موسیقی عجیب و غیر قابل باور فرزانه ناز در کشور دبی. فرزانه ناز بالاخره هنر موسیقیش را ترک کرد و به آرزویش رسید. وی با مرد ایندی ازدواج کرد. دلیل ازدواج فرزانه ناز با این مرد ایندی چی بوده است؟ حمایت عجیب فرزانه ناز در دبی توسط خارجی ها و درآمد وی. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. فرزانه ناز دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان، مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. فرزانه ناز هنر موسیقیش را از سن 18 سالگی آغاز کرد. هرچند وی میخواست دختر سینما شود، ولی این زمان نتوانست در سینمای افغانستان موفق گردد. این همه در حالی است که فرزانه ناز بعد از آن که محبوب شد، کارهای موسیقیش را ترک کرد و در فیلم‌های مختلف در کشور هندوستان رقصید و اکنون در کشور دبی زندگی می‌کند. در دبی مصرف صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک بوده است و درآمد خوبی هم داشته است. تصاویر فرزانه ناز در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی با دوست پسر ایندیش بالاخره ازدواج کرد. دلیل ازدواج فرزانه ناز تا گوجه احسن و گونه عالی تا کنون معلوم نیست، ولی فرزانه ناز آرزو دارد که در آینده ها دوباره به هنر موسیقیش بپردازد. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای فرزانه ناز با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. هر انسان خودش میداند و زندگیش. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.